آقا ساعت چنده؟ آره دم دیگه آقا ببخشید ساعت چنده؟ 9 رو هنو روبه؟ بله؟ هیچ سلام فندک برام پر میکنی داداش بذار کارم تموم شه الان میام این کیکا چنده؟ قابل نداره اونا 500 آبجی یه دقیقه باز سلام میام یکی دیگه هم برداشتم الان میام مدرکتم پر میکنم وقت نیست دیره چی شد آبجی؟ هیچی بهت میگم کیک میخوری؟ نه میگم بعیده حالا جور بشه ولی گفتم با بیمارستان حرف میزنن برو بابا حرف میگفتی اقلا اونقدر بدن که عملش دیر نشه با همه پولو بریزیم تا عمل کنن حمید اینطوری نیست که آخه کی 40 تومن تو جیبش داره که یه شبه بریزه ای پول خورده تا کی تو آیسیو نگه میدارن میگن هر چی زودتر عمل شه بهتره 1 ساعت 2 ساعت تا باید زود مامانو عمل کنیم کیکر رو بده؟ خوشنت شد؟ آره گفتم که بخور کیکو نداره دیگه چیکارش کنم کم هم نیست که حالا این صندوقه میده میگن اوضاعشون به هم ریخته دبه نکنن یه وقت نمیدونم خدا رحم کنه حمید به جمشید یه زنگ بزن میگن رفیق این رئیس بانک من زنگ بزنم به جمشید هم فلان شده مامان خامش کرد پول گذاشت اونجا من زنگ نمیزنم به جمشیدا اوه نزن باشه ما نمیتونیم انقدر بدیم نهایتا 1 میلیون یعنی چی 1 میلیون؟ شوخی میکنی؟ داشت پول خودمونو بده بریم ظاهرا در جریان نیستیم خیلی وقت ما هفته 1 تومن میدیم ببین داداش شما هم در جریان حال ننه ما نیستی یا پولو میدی یا اینجا پول میکنم چی میگی؟ فایده نداره آخه میشه رئیس شعبه میخواستم حساب مادرمو خالی کنم خب دکترش چی گفت؟ عرض کردم خدمتتون تا خود مادرتون نباشن نمیتونیم به شما پرداختی داشته باشیم بفهمید لطفا اونو نیار آقا خواهرم حق امضا داره آبجی بهت زنگ میزن جانم مگه تو حق امضا نداری؟ چرا؟ بفهم نمیشه آقای محترم اون مال شرایط عادیه الان فقط ما به خود صاحب حساب پرداخت میکنیم حاج خانومو بیارید چشم خدمتتون پرداخت میکنیم حاج خانوم رو تخت آیسیو چطوری بیارم الان میبینی ما گرفتار شدیم داری بهونه میاری ببین آقای رحیمی یعنی الان اگه ننه‌ام با آمبولانس بردارم بیارم اینجا همین چه حله پولو میدی چرا چرت میگی آخه درست صحبت کنید آقا من الان پول واسه عملش لازم دارم تو داری من حواله میدی به بعدی برو بابا یه دونه برو آخه بخش حالش خوب نیست مامان من بعد امروز عمل بشه شما لیلا خانم دختر آش خانم این درسته بله ببین خواهر من هر جایی یه قانونی داره دست منم بسته است کار که به راحتی نیستش که الان شرایطم ما ببین گرفتاریم مادر من حالش خوب نیست میدونم بهش گفتید نمیشه ولی ما از صبح هر جا گشتیم نتونستیم پول جور کنیم
تو رو خدا این پولو به ما بدید ببریم بیمارستان. ببینید اگه قرار من مشکل شما رو درک بکنم خب شما هم باید مشکل ما رو درک بکنید. الان همه اینا پولشو میخوام. کی بود؟ جلالی میگفت پول نتونسته جور کنه. اون زمان که با حاج آقا شریک بود چی بود که حالاش باشه؟ قسم خورد که نداره. اگه من مهری هم از جمشید گرفته بودم اینجوری نمیشد. حمید یه زنگ بهش بزن. من به اون نامرد زنگ نمیزنم. به خاطر مامان زنگ بزن. من به اون نفله زنگ نمیزنم. اون بی وجود اگه آدم بود دست روی تو بلند نمیکرد که میگم به خاطر جون مامان زنگ بزن. من به اون بی وجود زنگ نمیزنم. باش من میرم بیمارستان. کجا؟ مگه تو حق امضا نداری؟ تا پول من از اینا نگیرم که نمیرم. بذار ببینم چطور میشه. بیا پسر جون بیا این لیوان آب رو بخور. این قدم جوش نزن. ببین اون آقا رو میبینی ایشون معاون شعبه است. بلند شو برو پیش ایشون مشکلتو بگو انشالله مشکلتو حل میکنه. کار خیلی راه انداخته. دست در نکنم. آقا سلام. آقا مشکل ما اینه که بله راه حل داره. خیلی هم ساده است اگه بخوای. چه راه حلی؟ مؤسسه با کسر 25% یعنی برای حساب شما حدودای 9-10 میلیون ما بقیه پول میدیم. یعنی چی؟ یعنی 40 میلیون شما 30 میدین؟ دزدی تو روز روشن؟ ببین بزرگوار این حرفا رو نزن. بشین تا من بهت توضیح بدم. بفرما آقا. ما محدودیت بودجه و پرداخت داریم. این تنها راه حله. میخوای پولتو بگیری یا نه؟ وگرنه باید هفته 1 میلیون بگیری. پیشنهاد من هم مشکلتو حل میکنه هم حسابت خورده میشه. یعنی تو روز روشن 10 میلیون رو بدیم بره. آواری کلا واقعا. آقا این نامردیه، دزدیه. خواهر چی گفتی ها؟ این جلو آتیشش میزنم. همه تون آتیش میزنم. خودم آتیش میزنم. این بی غیرت آتیش میزنم. آقا به خدا حال مامانم خوب نیست اصلا اون ناراحت. آقا تو رو خدا نمیذارم ببرش. تو رو قرآن آقا تو رو خدا. آقا تو رو خدا حالش خوب نیست. آقا امروز حالش خوب نیست.
چیزی گفته، چیزی که گفته تمومش کن دیگه. مدلش همینه، یه حرفی میزنه بعد خودش پشیمون میشه ازت عذرخواهی میکنه. حالا ببین کی خانم. نه خودش خانم یه لحظه گوشی. بله مادر من کجاست؟ مامان شما تو ریکاوری، عملش سنگین بود اما الان حالش خوبه، تا 1 ساعت دیگه هم میارنش بیرون. خسته نباشید آقای دکتر. سلامت باشید. ممنونم. عمل چی؟ مگه بیمارستان نگفت که من دکتر ناصری عمل ایشون رو انجام دادن. از دکتر شهاب چی؟ دکتر ناصری کی؟ ایشون از دکتر شهاب خیلی بهترن. یه لحظه وایسا. اونجا دارم میرم. الو. آره ببین من خودم باهاش صحبت میکنم، اصلا تو نگران این قضیه نباش. ولش کن.